سلام چوبوی خوش آشنایی با آن مردمی دیده روشنایی درود چون نور دل پارسایان و آن شوق خلوتگاه پارسایی. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، السلام علیکم نفرانی که همراهی ما هستند. من امروز ما تبریکنامه شهنان تشریف گرفتیم به دهه همیشه بهار و سرسبز و دهه همسایه میرانپور آمدیم و خانواده رجب آیمک امروز جشن زادروزی گلستان خاله را در این روز خرسندی جشن میگیرند. از نام فرزندان تبریک میگیم. یک چند لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با تبریکنامه شهنان. رفتیم. السلام علیکم پدر و مادران عزیز. به حضور ناراحت نشده شنیدون. امروز ما فهمیدیم وظیفه‌دار کردن در این خاندان زادروز بوده است، جشن خرسندی خوشبختی بوده است. خاندان رجب آیمک با آمدیم برای تبریک کردن مادر مهربان گلستان خاله. شما البته امروز شمایان را تبریک میگیم. شنیدون به حضور ناراحت نشده. ما از اینجا ایستاده تبریک میگیم از نام فرزند و نزدیکان، از نام جگربندان، نبیره‌های شیرین مادر مهربان را تبریک میگیم. مادر جان عزیز امروز چند ساله شدیم؟ 7 سال شدیم. سرانگی رقمش نیست. 17 ساله می چند ساله شدیم امروز؟ 54 ساله شدم. حالی 16 ساله گوید. اینقدر پیر نکنیم خالای یاش را. امروز روزی خرسندی است. امروز روزی خوشبختی است. رجب آیمک جان شما قوت دلش رسید. این خیل فرزندهای فرزانه را برای شما تولد کرده، برای شما آماده کردن، با تربیت نیک به غایه رساندن. هر دوی شمایان را امروز تبریک میگیم. البته امروز روزی خرسندی است، روزی خوشبختی است. مادر جان مهربان زادروز مبارک باشد، مانده نباشید. پدر عزیز هیچ وقت خسته نباشید. شمایان را از نام تمام فرزندان عزیز تبریک میگوییم. گفتند که ما در دهه میرانپور و در سمرقند از همه انسانی بای هستیم. چون گفتم در سر ما پدر و مادر ما دعا میگویند و در سر ما هستند. میخواستیم که تا هستی حیات مانند همین قله های میرانپور زمین سرشان سربلند باشد. از پشت ما فقط حضور و حلاوت بینند. ما که در خردی اگر که بدی ها کرده باشیم ما را بخشند و فقط برای ما دعا گویند. ما افتخار میکنیم، ما فخر میکنیم که چنین پدر داریم، چنین مادر داریم. پدر ما برای ما شاخستون طلایی هستند، برای ما یک نمونه هستند. مادر ما باشد یک چشمه مهر هستند که هیچ وقت تمام نمیشود. مهرشان چنان زیاد است، چنان دوست میداریم، چنان ناز میبینیم پدر مادر خود را. برای آنها یک شعر را خوانید که هر دویشان در یک شعر مجسم شوند و برای هر دویتان کفتیم یافتیم. پدر مادر پر و بالم شمایید، تمام بخت و اقبالم شمایید. منم داراترین آدم به دنیا که آخر ثروت و مالم شمایید. پدر مادر عزیزی دل شمایید، چراغ روشنی منزل شمایید. نه سینایید نه عطار اما برایم از همه فاضل شمایید. امروز مادر جان عزیز شوخی کردیم که 17 ساله شدن. گفتن بگذار دمی پیری به دولت پیری رو ده هر دویتان هم جای پیر شوید. نبیره کلید ها آمده در اطرافتان پروانه شوند. شمایان را هر بار شمایان را تبریک گوییم. مادر مهربان حاضر همراهی فرزندان هم صحبت شدیم. گفتند که مادر مهربان ما گل ثبتی خاندان ما هستند. ما اینقدر دوست می‌داریم، اینقدر حرمت می‌کنیم که هستیشان برای ما بخت است. چنان تعریف کنیم که می ارزند. و البته آن حول روی های مادرم در تیر ما، آن نانهای کلان در تنور می ماندن در خاطر ما تا حال هست و بوی آن نانشان در دماغ ما هست. ما چنان دوست می داریم. آن الله های نازشان را گوییم چخیل می ارزند. و برای مادرم رسانید که می رسد فارم و گوشم الله های مادرم. زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست. شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان. گیریم و بر دیده مالیم خاک پای مادرم. مادران عزیز هیچ وقت خسته نباشید و کسل نشوید. رجب آیمک همین پاندمی و همین کرانتین ما فهمیدیم که برای انسانیت از همه بهترینش سلامتی بوده است. فقط میخواهیم ساخت سلامتی رو برای هر دویتان عمری درازی سعدیانه رو بینید. کیفیت
وضعیت خوششقشقی خیامانه در این خاندان همراهی شما دوست و رفیق شده زندگی کند و ساخت و سلامت سربلندی کرده گردید. امروز پیش از سخنهای تبریکاتی امروز مهمانان خواستیم یک تا خودتان خالجان عزیز را شرکت تبریک کنید. پس از آن پیش از در آمدن در اینجا فرزندان یک تا ما ورقچه دادن که از نام پدرم من شعر عاشقانه میخوانید. گفتم من هم از یاد کردن گیرم شما تا تبریک کنید. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. من مامانم تمام روی دنیا تماشا میکنم. خطا نکنیم اگر صاحب چند فرزند؟ 3 فرزند. همین فرزندهای نازنین را در خردی شبها تا صبح میجه ته نکرده در سر گوهره ها الله گفتند. آن وقتهای جوانی با خالجان عزیز شعرهای عاشقانه میگفتند. می گلدسته ها میوردن میوردن نه حاضر برای ما آن شعر را گفتند که همین از نام پدرجان ما خوانید. مایلش میخوانم علام شما. دایق بزرگ فرموده است اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت کی باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی ای دوباره بگویم با دلت افسانه ای دل. ببینم با تو هر چی دیدنی است تو را بانو کنم در خانه ای دل. امروز زادروز مبارک باشد. یک تا قرصک زنیم برای چنین شعرهای عاشقانه. من در اینجا باز مهمانان ما آمدن، زنهای زیبای میرانپور زمین آمدن برای تبریکی امروز مادرجان عزیز. خوش آمدن. مرحبا خوش آمدن مهمانان عزیز. خوش آمدن. میگیم حاضر یک انعنه است که در روز خرسندی سخن کردن می ارزد. حقی که شمایان شرفنای بیر مانده آمدید یک تا تبریک میکنیم مادر عزیز را. این کس کی آمده انسان ها؟ خواهری خاندان ها، اما جان خاندان. اما آمد هم آمد. یک تا بجمله بید کنی اما جان. السلام علیکم. در شرکت تبریک میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم مهمانان عزیز. به درگاه دادن من خوش آمدید. من امروز روزی تولد کلینامان سال بدرت کلین جان با همراهی دادرم کوشک شده حضوری بالای چقه بیده در آینده با نیوره و ایوره ها اندرمان شده پیدی به دولت شده. همه وقت روزتان خوشبختی های نظم گذرند. روزایی نظم بینید. و تشکراتون. رحمه سلامت باشید. امروز روز خرسندی است. خواهر عزیز ترویتیر تا میخواهند تبریک گویند مادری مهربان و عزیز و غمخوار را. مرحبا. مرا مادر هزاران جان داده است، بشیرش قوت و درمان داده است. ندیدم مثل مادر مهربان را، به قلبم مهری بی پایان داده است. السلام علیکم مهمانان عزیز، همتون خوش آمدید. امروز روز بهترین است. امروز روز زادروز مادری من، بهترین فرشته آسمانی من. امروز خداوندی مهربان بهترین فرشته اش را آفریده است که آن فرشته زیبا مادری من هستند. من میفخرم که فرزندی مادری عزیزم، فرزندی پدری عزیزم هستم. من با اینها افتخار میکنم که چنین فرزندهای همین خیلی آدمای نیک شده گشتم. جان 100 ساله شوید. میخواهم که مثل امروزه خندان روی باشید، با همراهی پدرم با 100 سالگی جشنتون رو گذراندن نصیب گرداند. دعاگوی فرزندان نبیرگان شده گردید. بگذار زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکناری من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بی عهدی و بی مهری است، بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. باز یک بار دیگر همتون خوش آمدید. رحمت سلامت باشن. امروز روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. حالا جانی عزیز بزم زیبا مبارک باشد، مانده نباشد.
البته توفه های ارزنده و زیبنده از نام دخترکان نازنین، از نام فرزندان مهربان، دستگل زیبا و البته شیرینی. حاضر رجب احمد وقتی که همراهی خالجان عقد نکاح بستید توی بود وقتی جوانی با مراسم تورتوری بود می نمی راستش فقط نبوده باشد اگر حاضر هر دویتان فقط هر دویتان دختران یک تورت تیار کنیم یک جایی کشاد و فقط برای امروزه جوانان میم خطا نمیکنیم برای امروزه پدر مادر یک تورت زیبا را تیار کنیم همجایا نیت کرده از آن شیرینی برن بگذار که حیاتشان پر از خرسندی باشد در دم پیری دولت پیری را دیده گردن مبارک باشد زادروز مبارک مانده نباشد مبارک باشد خواهش تورت رو کجا میبریم همینجا یا اونجا بریم خواهش نباشد تیار میکنیم شب‌های خاموش میکنیم و بعد از آن میبریم بعدش پیشتون رو برداشته ایستیم بعد مبارک باشد فرزند زنه با افتیاریم دو تصمیم جشن ها مبارک باشد Happy birthday to you. مبارک باشد Happy birthday to you. بعضی زیبا را مبارک باشد مبارک باشد شاهرخ خانم قوت دلشون نزدیکتر ایستیم کنیم حاضر شاهرخ خانم گفتن که من سر شرم میدارم و پدر مادری ما را اعضای ما تبریک گویید امروز روز خرسندی مادری من بهشتی من مبارک باشد شاهرخ گفتن که بالای توی بود دوادوی توی بود مادری مهربان من چنان زحمت و مهنت همراهی پدرم که یک خودی پدرم با اینقدر دشوار نشود گفتن جامه های زرین و اینقدر چیزهای زیبا را تیار کردن آن شعر لایق به یادم آمد با کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم تو شاید جامه دامادی میدوزی بسد نیت که روزی توی دیده در قدی من بشکند ارمان تا ببینی نو برنگی نو به حسن نوجوانیت با آن دستان لرزانی شرفمندت بمیرم من نیابد چشم کم بیند به جستن چشم سوزن را بلرزد دستی پر اعجازی تو در کوزه ای پیری ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری چی دنیایی است دنیای امیدی تو ایا مادر پدر مادری مهربان از نام شاهرخ شما را تبریک میگویم گفتن که خداوند عزیز کچه قوت میتینی به قوت دهد اگر من همین سالهای نزدیک به هر دوی آنها با یک سورپرایزی کلان کرده دو چیپته به زیارت کعبه الله البته آماده میکنم خداتان آورده میسپارید و آنها را به زیارت کعبه الله حج میفرستانیم پس از آمدنشان باشد یک توی کلان میکنیم و حج آشی میتیم به افتخار پدر
مادرم و آنها را حاجی بابا و حاجی آنا گفته جهت زدن برای ما نصیب کنند گفتن. زاد روزتان مبارک باشد. شاروخ یک تا تبریک میکنیم. ای مادر جان مهربان تولد مبارک. مبارک باشد. البته مهمانان عزیز در روز خرسندی باشد میرقصیم خرسندی میکنیم همراهی پدر و مادر. مرحبا. برش دوام میشه.
در پشتی شادمانان، در پشتی شادمانان
رجب امک برای مهمانداری رحمت. من امروز خاندان شما ما مهمان شدیم، خرسند شدیم. برای تکلیف رحمت، برای مهمانداری، برای همه از رحمت. خانجان عزیز همراهی امک جان عمری دراز بینید، حیات پرمضمون بینید. تگی نوره مونید و هر سال در این خاندان آوازی گریه کودک برای آمده شمایان رو تبریک بگیم. برای همتون رحمت. سلامت باشید. ما دیگه تون بر رحمت خدمتتون بر روز رحمت. خوشحال. بله. خیر. مادرم، در روز عیدت من چی را سوغا کنم؟ مهر پنهانی دلم را من چه خیل آشکار کنم؟ گر متا تحفه بگیرم شود آن بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز می گردد خزان. پس چرا در روز عیدت تحفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان. مادرم، تحفه بر تو می کنم اشعار خود، تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج مویهای سفیدت از سفیدی ای دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش های دل، در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم. بینگری هر بار بر گوهره ای خالی ای من، یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم. از زمین لرزه ستونی خانه ات ترکیده است، ای ستونی روزگاری نابسامان مادرم. یک عصا باری غمی پیرید نتوانید کشید، ای صبوریت فزون از سنگ و سندان مادرم. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. گر شیرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینیش در رحم اوست این رو، صد داستان براید از یک هجای مادر. من یک نفس نباشم به یاد زاد قدسش، از سر سپردگانم جانم فدای مادر. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. خیره بران کسانم که از خویشتن راضی‌اند، یک بار ناشنیده حرفی رضای مادر. غافل از آن که خورشید از شرق بر نخیزد، باشد طلوعگاهش از خاک جای مادر.